اگر شما جز افرادی هستید که از اینکه توی جمع قرار بگیرید و برای اونها حرف بزنید میترسید و اگر هم توی جمع قرار میگیرید و میخواید شروع بکنید به حرف زدن، بدنتون شروع میکنه به لرزیدن، چشاتون سیاهی میره و جایی رو نمیبینه، گوشتون دیگه چیزی رو نمیشنوه، عرق از پیشونیتون جاری میشه و قلبتون شروع میکنه با شدت تپیدن، شما جز افرادی هستید که از حرف زدن در جمع میترسید، از سخنرانی در جمع میترسید و این فایل برای شما ضبط شده و در ادامه قرار بهتون بگم که چطور به این حالت غلبه بکنید و به حالت عادی خودتون برگردید. سلام، من ابوالفضل قرهخانلو هستم، مدرس و مربی NLP و توسعه فردی. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که چطور بر ترس از سخنرانی غلبه بکنید و به عنوان یک انسان نرمال شروع بکنید با قدرت حرف زدن. اگر یه مقداری ترس تو وجود شما هست از اینکه توی جمع قرار بگیرید و یه مقدار استرس دارید و حالا پیشونیتون شروع میکنه به عرق کردن و این حالت بعد از اینکه شروع میکنید به حرف زدن برطرف میشه، این حالت طبیعی شما، نگران نباشید. شما ترس از سخنرانی ندارید. وقتی که میرید توی جمع قرار میگیرید، چون شما توی یک شرایط جدیدی قرار گرفتید، بدن شما حالت دفاعی به خودش میگیره، مغز شما حالت دفاعی به خودش میگیره و غدد فوق کلیوی شروع میکنن به ترشح کردن آدرنالین و این آدرنالین باعث میشه که قلب شما شروع بکنه به تپیدن و عرق از پیشونیتون جاری میشه و یه مقدار استرس ایجاد میکنه در بدن شما. این حالت طبیعی تو همه انسان ها هست. توی فایل های قبلی گفتم که وقتی که یه تستی به عمل آمد، یک نظرسنجی به عمل آمد، دیدن که همه سخنرانان موفق و قدرتمند هم وقتی که توی یک جمع جدیدی قرار میگیرند، این حالت ترس کوچولو در اونها ایجاد میشه و بعد دوباره به حالت نرمال برمیگردند. خب این حالت طبیعیه، ولی اگه شدتش خیلی خیلی بالا باشه و دیگه شما از حالت طبیعی خارج بشید و نتونید توی یک جمع به خوبی حرف بزنید و شروع میکنید به لکنت زبان ایجاد کردن و قلبتون شروع میکنه به تپیدن شدید، پاهاتون میلرزه و نمیتونید سر پا باشید، این حالت طبیعی نیست، حالت غیر نرماله و باید بر اون حالت غلبه بکنید. خب حالا چطور غلبه بکنید؟ ببینید، گفتم مغز وقتی که شما رو در حالت جدید و تازه‌ای میبینه، حالت دفاعی به خودش میگیره و خب غدد فوق کلیوی شروع میکنن به ترشح کردن آدرنالین و خب بعد از این مدتی برطرف میشه. اگر این حالت شدیدتر باشه، شما باید یک کاری انجام بدید. چه کاری انجام بدید که بر این ترس غلبه بکنید؟ معمولا افراد خجول و کمرو این حالت شدید رو به خودشون میگیرند. افرادی که حاضر نیستن توی یک جمعی قرار بگیرند، افرادی که حاضر نیستن توی مهمونی ها شرکت بکنند، کمروان، حاضر نیستن مثلا برن از یه نفر سوال بپرسن تا نیازهاشون برطرف بشه، حاضر نیستن وقتی که یک آدرس رو میخوان پیدا بکنن برن از یه نفر بپرسن آقا میشه در رابطه با این آدرس توضیح بدی، راهنمایی کنی، من چطور میتونم این آدرس رو پیدا بکنم؟ یا اصلا حاضر نیستن از معلمشون توی کلاس که داره درس میده سوال بکنن و بدون یادگیری از اون کلاس خارج میشن، یا اصلا حاضر نیستن از دوستانی که در کنارشون هست سوالی کنن و نیازهاشون رو برطرف بکنن. این آدم‌های خجول و کمرو هستن و این حالت غیر نرماله. باید غلبه بکنن، چون این حالت باعث میشه کم کم توی زندگیتون خیلی چیزها رو از دست بدید و به اون نتیجه‌ای که قراره بهش برسید نرسید. آدم‌های خجول و بدون اعتماد به نفس و کم حرف و درونگرا بیشتر به این حالت میفتن و باید بر اون حالت غلبه بکنند. آدم‌های خجول و کمرو زودتر شکست می‌خورن تا آدم‌هایی که حالت نرمال دارند. برعکس این هم داریم آدم‌های پررو، آدم‌هایی که توی زندگی دیگران سرک می‌کشند، آدم‌هایی که سوالات الکی از دیگران می‌پرسند، آدم‌هایی که وقت دیگران رو می‌گیرند، آدم‌هایی که تو حرف دیگران میپرند و میخوان خودشون رو نشون بدن که من اینم، من اونم و الکی از خودشون تعریف میکنن و وقتی که غیر نرمال میشه، از حالت طبیعی خودش خارج میشه، به این آدمای پررویی میگیم. آدم‌های پررو توی دنیا حقشون تا یه حدودی هست ولی بیشتر از حقشون رو به دست میارن. از اون سمت آدم‌های کمرو و خجالتی اون حقی که دارن رو به دست نمیارن و در حقشون اجحاف میشه. و در هر دو حالت این آدما هستن که یا حقشون رو از دست میدن یا بیشتر از حقشون رو
به دست میارند. نه اون پررویی خوبه، نه اون کمرویی. انسان باید حالت نرمال داشته باشه، حالت عادی و معمولی داشته باشه و یه مقدار بالاتر که شارپ باشیم و بتونیم زندگی خوبی رو برای خودمون بسازیم. اینکه تو هر جایی از حق خودمون دفاع بکنیم، اینکه نمونیم مثلا یه نفر بیاد حق ما رو بخوره و ما هیچ حرفی نزنیم. این حالت کمرویی و خجالتیه و همین آدما توی جمع نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن توی یک جمع حضور داشته باشن و با قدرت حرفشون رو بزنن و حقشون رو بگیرن. این حالت غیر نرماله دیگه. حالا چیکار بکنیم؟ اولا که مغزمون رو باید با اون جمع آشنا بکنیم. ما یه تکنیکی داریم، تکنیک تصویرسازی. قبل از اینکه بریم توی جمع قرار بگیریم باید چشامون رو ببندیم و یک لحظه تصور بکنیم که توی یک جمعی قرار میگیریم و اون جمع تشنه حرف زدن ما هستند. من یه تمرین رو همین الان اجرا میکنم، شما همین الان این تمرین رو اجرا بکنید تا ببینید که چقدر تأثیر داره توی فیزیولوژی جسم شما و حالت ذهنیتون. گفتیم ذهن و جسم با هم در ارتباطن دیگه. اگه ذهنتون قدرتمند باشه، خوب فکر بکنه، تصویرسازی‌های خوبی ایجاد بکنه، جسمتون هم میتونه خیلی خیلی قدرتمند باشه. اگر شما خودتون رو تو یک جمع بزرگی ببینید و خودتون رو تصور بکنید که دارید قشنگ صحبت میکنید و همه منظور و هدفتون رو از اون سخنرانی به جمع میرسونید، شما کم کم فیزیولوژی بدنتون هم تغییر میکنه و وقتی که توی یک جمع قرار گرفتید با قدرت حرف میزنید. گفتیم مغز ما بین حالت طبیعی و تصویرسازی فرقی قائل نیست، یعنی مغز ما زود گول میخوره. پس بیایم تصویرسازی بکنیم تا مغز خودمون رو گول بزنیم که فکر کنه توی یک جمع عادی قرار گرفتیم، تو حالت طبیعی توی یک جمعی قرار گرفتیم و ما مغزمون رو گول میزنیم تا بتونیم به هدفهای خوبمون برسیم. همین الان لطفاً چشماتون رو ببندید. چشماتون رو که بستید فکر کنید، تصویرسازی بکنید که توی یک جمعی قرار گرفتید روی سن. جمعیت دارن شما رو تشویق میکنند، با کف زدناشون، با هورا کشیدناشون، با جیغ کشیدناشون دارن شما رو تشویق میکنن از اینکه شما توی اون جمع قرار گرفتید و میخواید براشون حرف بزنید. جمعیت بسیار بسیار خوشحالن و از این حالت خیلی خیلی احساسشون خوبه و شما هم وقتی که این جمع خوشحال رو میبینید که قراره براشون حرف بزنید و اونها مشتاقانه منتظر صحبت‌های شما هستند، احساس بسیار بسیار خوبی در شما ایجاد میشه. قلبتون آروم میشه، قدرتمند میشید، احساس قدرت در خودتون میبینید و پاهاتون محکم میشه. حالت نرمالی رو به خودتون میگیرید، سرتون رو بالا میگیرید، شونهاتون رو بالا میگیرید و محکم میایستید و جلو میکروفون قرار میگیرید. و وقتی که تشویق اون جمعیت تموم شد شروع میکنید به حرف زدن. وقتی هم که حرف میزنید و صدای خودتون رو میشنوید احساس بسیار بسیار خوبی به شما دست میده. شما بسیار خوشحال هستید که از اینکه به این قدرت، به این قشنگی دارید حرف میزنید برای اون جمعیت. اون جمعیت هم وقتی که صدای شما رو میشنون حالشون بسیار بسیار خوب میشه، خوشحال میشن از اینکه شما دارید براشون حرف میزنید، چون میدونن که حرفای خوبی قراره بزنید و از این حرفا نتایج خوبی اونها میخوان به دست بیارند. سرتون بالاست، چشاتون کاملا بازه، گوشاتون همه جزئیات حرفهای اون افراد، صدای سالن رو قشنگ میشنوه، چشاتون همه چیز رو میبینه. شما مثل یک عقاب بر اون جمعیت یه جورایی سیطره دارید، همه اون جمعیت تو دست شماست و میتونید اون جمعیت رو شما اداره بکنید. و در حین اینکه صحبت میکنید و خودتون رو معرفی میکنید به عنوان یک مدرس یا به عنوان یک سخنران قدرتمند، جمعیت از اینکه با شما آشنا شدند خوشحالند و شما هم که از این همه قدرت دارید و این همه خوب بلدید حرف بزنید، اعتماد به نفستون بسیار بسیار بالاست، خوشحال هستید و احساس رضایت میکنید. این حالت در شما ایجاد میشه و همین حالت رو به جمعیت انتقال میدید. شما انسان قدرتمندی هستید، شما توانایی‌های بسیار بسیار خوبی دارید، شما اعتماد به نفستون بسیار بسیار بالاست، شما انسانی هستید که خیلی خیلی خوب درک میکنه افراد اون جمعیت رو و از اینکه شما اونها رو درک میکنید و قرار حرفهایی رو بزنید که نیازهای اونها رو برطرف بکنه هم احساس رضایت دارید. این احساس رضایت دو طرف است، یعنی هم شما احساس رضایت میکنید و هم جمعیت. وقتی هم که جمعیت
صدای شما رو میشنوند شروع میکنن به تشویق کردن شما و شما جمعیت رو آروم میکنید و دوباره شروع میکنید به ادامه صحبتاتون در رابطه با یک موضوعی که شاید یک معضل اجتماعی باشه، شاید یک مورد و مسئله جمعی باشه، شروع میکنید به حرف زدن. در رابطه با همین خجالت زدگی یا خجولی حرف میزنید که انسان‌ها چطور با خجالت زدگی هاشون، با خجولی هاشون جلوی پیشرفت خودشون رو میگیرن. در رابطه با همین موضوع شروع میکنید به صحبت کردن و خیلی از افرادی که اونجا حضور دارن از صحبت‌های شما لذت میبرند. احساس رضایت رو تو تک تک صورت افراد حاضر توی اون جمع میبینید. چشم‌های براقی که دارن به شما نگاه میکنن و شما هم دارید قشنگ حرف میزنید و با قدرت صحبتاتون رو ادامه میدید. کم کم این قدرت سراسر وجود شما رو در بر میگیره. با قدرت و صلابت صحبت میکنید. صدای شما کاملا بساست. حال شما بسیار بسیار خوبه. ذهن شما رو یاری میکنه تا ادامه حرفاتون رو بزنید. کم کم به سوالات جمع پاسخ میدید. جمع دستشون رو بالا میبرن و از شما سوال میپرسن و شما یک به یک به سوالات افراد پاسخ میدید، چون قادرید و توانایی این رو دارید که مسئله اونها رو حل بکنید. چون شما انسانی هستید که قدرتمند هستید، به توانایی های وجودی خودتون پی بردید، اعتماد به نفستون بسیار بسیار بالاست و قشنگ حرف میزنید، رسا و کامل حرف میزنید. صدای شما بسیار بسیار واضحه، با قدرت صحبت میکنید. جمعیت وقتی که صحبت شما تموم میشه روی پای خودشون میستن و شروع میکنن به تشویق قدرتمندانه شما و شما از این حالت تشویق اونها لذت میبرید و احساس شادمانی میکنید و دیگران رو تشویق میکنید که اونها هم قدرتمندانه و با توانایی های خودشون بتونن زندگی قشنگی رو برای خودشون تشکیل بدن. شما با این اعتماد به نفسی که دارید هم زندگی خودتون رو و هم زندگی دیگران رو تحت تاثیر قرار میدید و باعث میشید که هم خودتون به موفقیت‌های بزرگتری برسید و هم جمعیتی که اونجا هستند به موفقیت‌های بیشتر و بزرگتری برسند. کم کم وقتی که این حالت در شما اوج میگیره، قدرتتون بسیار بسیار بالا میره، تو حالت اوج قدرت دست راستتون رو مشت میکنید. وقتی که دست راستتون رو مشت کردید، بعد از 5 ثانیه دست راستتون رو باز میکنید. دستتون رو باز میکنید، از حالت مشت خارج میکنید و دوباره این حالت احساس قشنگ رو که با قدرت برای دیگران حرف میزدید رو در خودتون ایجاد میکنید و دوباره دست راستتون رو مشت میکنید. این تصویر سازی رو 3 بار تکرار میکنید و با هر تکرارتون دست راستتون رو مشت میکنید و بعد از 5 ثانیه دوباره باز میکنید. کم کم این حالت احساسی لنگری میشه در دست راست شما. شما با مشت کردن دست راستتون این حالت احساسی رو در خودتون دوباره ایجاد میکنید. هر جا که احساس کردید کم رو هستید و خجالت میکشید، دست راستتون رو مشت بکنید و بلافاصله این احساس میاد در وجود شما ایجاد میشه. چشماتون رو باز کنید و به همینجا برگردید. اینجایی که من دارم برای شما حرف میزنم، به من کاملا نگاه بکنید. 3 تا نفس عمیق بکشید. دستتون رو روی شکمتون بذارید و نفس عمیق بکشید. با هر بار نفس کشیدن شکمتون بزرگتر میشه، چون این نفس کشیدن دیافراگمیه. با قفسه سینه‌تون نفس نکشید. اگر میخواید اعتماد به نفستون بالا بره، با شکمتون تنفس‌های دیافراگمی انجام بدید. کم کم این اعتماد به نفس در شما ایجاد میشه و بیشتر میشه. حالا با این نفس کشیدنی که دارید، حالت دیافراگمی، دست راستتون رو مشت بکنید. چشاتون رو ببندید و ببینید که کجا قرار گرفتید. آیا این احساس اعتماد به نفس و قدرت اومد به شما دوباره به حالت اون اعتماد به نفس برگشتید یا نه؟ در وجود شما ایجاد شد یا نه؟ قطعا ایجاد میشه، چون این لنگر در وجود شما نهادینه شده. دست راست شما دکمه برای احضار این احساس، برای ایجاد این احساس دوباره در وجود شما. دوستان، به این تکنیکی که گفتم تکنیک لنگر یا آنکور میگن توی NLP. اگر دوست دارید که با تکنیک‌های بیشتری آشنا بشید، کتاب تئوری تغییر رو تهیه بکنید. اگر میخواید قدرتمندانه تکنیک‌های NLP رو انجام بدید و با بیشتر تکنیک‌های NLP، تکنیک‌های قدرتمندی که میتونن تغییرات عمده‌ای رو در وجود شما ایجاد بکنن، دوره NLP رو تهیه بکنید. برای تهیه دوره NLP میتونید به ما پیام بدید تو همین یوتیوب یا به پیج اینستاگرام ما مراجعه بکنید. پیج اینستاگرام ما هست ابوالفضل_قراخانلو که توی کپشن براتون می‌نویسم، حتما عضو بشید و آموزش‌های ما رو در پیج اینستاگرام ما هم دنبال بکنید. ولی اطلاعات همینجا هم قرار میگیره، آموزش‌ها در همینجا هم قرار میگیره. لطفاً این تمرین رو انجام بدید
و ببینید که اعتماد به نفس شما تا چقدر بالا رفت، احساس قشنگ شما تا چقدر بیشتر و بیشتر شد. لطفاً بعد از اینکه این تمرین و تکنیک رو انجام دادید توی کامنت ها به من بگید که چقدر احساستون رو قشنگتر کرد. آیا تونستید از این تکنیک نتیجه بگیرید یا نه؟ قطعا نتیجه میگیرید و اون نتیجه‌ای که گرفتید درصد به من بدید. 100% خیلی خیلی عالیه و 20% 30% یکم پایین‌تره. سعی کنید تمرین رو قشنگ انجام بدید تا به اون حالت 100% برسید و برام کامنت بکنید. نظراتتون رو دوستان حتما توی کامنت ها به من بگید. این فایل رو برای دوستانی که خجالتی ان ارسال بکنید تا اونها هم از این تکنیک بهره ببرند. این فایل رو برای عزیزانتون بفرستید. لایک یادتون نره زیر این پست بندازید برای من و کامنت بذارید حتما. اگر از اکسپلور وارد کانال ما میشید لطفاً سابسکرایب کنید که آموزش های ما رو از دست ندید و اون زنگوله رو هم بزنید که وقتی که فایل های جدیدی در کانال قرار گرفت شما هم مطلع باشید. براتون بهترین ها رو آرزو دارم و امیدوارم که از این تکنیک لذت ببرید.